ما که تا حال همش امر به معروف و نهی از منکرهای ما در اطراف دگمه لباس مردم بوده است، در اطراف بند کفش مردم بوده است، در حول و حوش موی سر مردم بوده است، در حول و حوش دوخت لباس مردم بوده است. ما اصلا معروف که میشناسیم که چی هست، ما منکر که میشناسیم که چی هست. ما معروف ها رو به جای منکر میگیریم، منکرها رو گاهی وقتا به جای معروف میگیریم. ای بهتر این که ما جاهل ها امر به معروف و نهی از منکر نکنیم، که منکرها که به نام امر به معروف و نهی از منکر به وجود نیامد. آگاهی میخواد، بصیرت میخواد، خبرت و خبرویت میخواد، دانایی میخواد، روانشناسی میخواد، جامعه شناسی میخواد تا آدم بفهمد که چجور امر به معروف و نهی از منکر بکنند. یعنی تا راه معروف تشخیص بدهد، ببینم معروف کجاست، منکر تشخیص بدهد، ریشه منکر به دست بیاورد، از کجا این منکر سرچشمه میگیرد. فلهذا ائمه دین فرمودند جاهل بهتر این است که امر به معروف و نهی از منکر نکند. چرا؟ لانه ما یفسده اکثر مما یصلحه. چون جاهل وقتی میخواد امر معروف و نهی از منکر بکند، میخواد بهتر بکند، بدتر میکند قضیه را. این وظیفه هم که ساقط نمیشود. نمیتونیم ما بگیم آقا ما که پس جاهلیم امر به معروف و نهی از منکر پس از ما ساقط شد، پس ما رو راحت کردید. مگه نمیدونم هم عذر شد تو دنیا؟ نمیفهمم هم عذر شد تو دنیا؟ خدا این مغز رو برای چی آفریده است؟ این عقل رو برای چی آفریده است؟ برای اینکه بری بفهمی، بری موشکافی بکنی، بری کاوش بکنی، بری تحقیق بکنی و بفهمی. بهت میگه چرا نفهمیدی؟ نفهمیدم هم عذر شد. نمیدانستم هم عذر شد. چرا نرفتی بفهمی؟ چرا نرفتی بدانی؟